بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادرها و خواهرای گرامی، دوستان ارجمند، در پنجمین درس از کتاب الاربعین امام آجری رحمه الله تعالی هستیم. در این درس بعضی از احادیث رسول صلی الله علیه وسلم با شما میخوانیم ان شاء الله تعالی. حدیث اولی که میخوانیم در بیان فضیلت صحابه است و در این حدیث معاشره مباشره بیان میشه. از عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت است، رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند: ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه و طلحة فی الجنه و الزبیر فی الجنه و عبدالرحمن فی الجنه و سعد فی الجنه و سعید بن زید فی الجنه و ابو عبیدة بن الجراح فی الجنه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. رسول صلی الله علیه وسلم نام 10 صحابه را یاد کردن در همینجا که بشارت دادن که هر 10 صحابه کس اینا در جنت می باشن. این 10 صحابه مشهور هستند به عشره مبشره، 10 صحابه ای که بشارت به بهشت داده شده هستند. حدیث دیگه ای که میخوانیم حدیثی است که از رسول صلی الله علیه وسلم روایت است که میفرمایند: ان الله عز وجل اختارني واختار لي اصحابا فجعل منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الله سبحانه و تعالی مرا انتخاب کرد و برای ما یاران را انتخاب کرد و از بین یارا کس برای ما وزیران را انتخاب کرد که وزیر رسول صلی الله علیه وسلم، چنانچه در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم میگن که هر پیامبر کس 2 وزیر در آسمان داشته، 2 وزیر در زمین. وزیرای ما در آسمان جبریل و میکائیل می باشند و در زمین ابوبکر و عمر هستند رضی الله تعالی عنهما. و در این حدیث رسول صلی الله علیه وسلم میگن الله تعالی مرا انتخاب کرد و برای ما اصحاب را قرار داد، یاران را قرار داد و وزیران را قرار داد و برای ما انصار را قرار داد، کسانی که مرا نصرت دادن در مدینه آمدن، و اصهارا خویشاوندانی را برای ما قرار داد. اصهار برای داماد گفته میشه، مثل عثمان و علی رضی الله تعالی عنهما. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، کسی که یاران مرا دشنام بته برش لعنت الله و ملائکه و تمام انسان ها باشه. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی هیچ عملی را از او قبول نمیکنه، نه توبه را از او الله قبول میکنه، نه فرض را الله از او قبول میکنه. الله سبحانه و تعالی هیچ عملی را از او قبول نمیکنه. و بدگویی صحابه را هیچ کس نمیکنه جز 2 طایفه ای که کافر شدن. یکی طایفه خوارج هستن که آمدن عثمان رضی الله عنه را کافر گفتن، یا علی رضی الله عنه را تکفیر کردن، یا معاویه رضی الله عنه را تکفیر کردن. اینها هم کفار شدن، خوارج شدن که از اسلام خروج کردن. و طایفه دیگه روافض هستن که اینها هم از کافرترین طایفه در اسلام می باشن، از کافرترین طایفه هستن که حتی کسی که اینا را تکفیر نمیکنه و خودش کافر میشه. فضیلت دادن بر صحابه و رحمت فرستادن بر صحابه و رضی الله تعالی عنه بر آنها گفتن از جمله اعتقادات اهل سنت می باشه. هر مسلمان باید به اعتقاد داشته باشه و باید به صحابه رحمت بفرسته، باید آنها را بگه که رضی الله تعالی عنه. امام حرب کرمانی در کتاب سنه خود نقل میکنه، میگه: فمن سب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم او احد منهم او تنقصه او طعن عليهم او عرض بعیبهم او عاب احد منهم بقلیل او کثیر. میگه اگر کسی یاران رسول صلی الله علیه و سلم دشنام بزنه، یا یکی از آنها را دشنام بزنه، یا یک چیزی از آنها را کم بکنه، نقص به آنها ثابت بکنه، یا بر آنها طعنه بزنه، یا بر اونها عیب بتراشه، یا عیب زیاد باشه یا کم باشه، اگر هر چیزی که یک چیز بسیار خوردی هم که در مورد صحابه بگه، یا ای که آنچه که در بین صحابه روی داد از جنگی، از اختلافاتی که بین صحابه در زمان معاویه رضی الله عنه و در زمان علی رضی الله عنه رخ داد بیای صحبت بکنه، میگه فهو مبتدع رافضی خبیث مخالف. این انسان مبتدع است، بدعتگذار است، رافضی است، خبیث است، مخالف است. لا قبل الله صرفه ولا عدله،
الله سبحانه و تعالی نه توبه از را قبول میکنه و نه فرضیات عباداتی که انجام میده قبول میکنه. بل حبهم سنه، بلکه محبت صحابه که از سنت رسول صلی الله علیه وسلم می باشه. و دعاء لهم قربه، و دعا کردن بر اونها که از این قربت است، تقرب به الله تعالی است. والاقتداء بهم وسیله والاخذ باثارهم فضیله، اقتدا کردن با آنها را امام خود قرار دادن این یک وسیله است، وسیله است که برای رسیدن به رسول صلی الله علیه وسلم. والاخذ باثارهم فضیله، گرفتن اثرهایشان، گرفتن دلایلشان این فضیلت است. و امام ابن بطه رحمه الله تعالی در ابانة الصغرى میگه نکف عما شجر بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وامرك بالاستغفار اليهم والتقرب اليه بمحبتهم. امام ابن بطه رحمه الله تعالی در کتاب خود میفرماید ما دست خود بر می‌داریم، زبان خود بر می‌داریم از آنچه که بین صحابه رسول صلی الله علیه وسلم رخ داد، از آن اختلافاتی که شد، جنگی که بین صحابه شد. چرا؟ چون اونها کسانی بودند که رسول صلی الله علیه وسلم دیده بودند، در کنار رسول الله بودند، در غزوات بودند، انسان‌هایی بودند که خیر دیده بودند. از همه مردم کس در فضل و در فضیلت از همه مردم سبقت گرفته بودند. فقد غفر الله لهم، الله سبحانه و تعالی آنها را بخشیده است. و امرک بالاستغفار لهم، و تو را معمور کرده است که با آنها استغفار بکنی. و تقرب الیه بمحبتهم، و به دوست داشتن آنها به الله خود نزدیک بکنی. و فرض ذلك على لسان نبیه و هو یعلم ما یکون منهم، حتی ایره محبت از رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث بیان کردن. در همین حدیثی که خانم رسول صلی الله علیه وسلم میگن کسی که صحابه مرا دو میزنه لعنت الله و ملائکه و تمام انسان ها بر او باشه. همین قدر به دو قول اکتفا میکنیم، به قول امام حرب کرمانی و قول امام ابن بطه رحمه الله تعالی. در فضایل صحابه که از اقوال زیادی، روایت زیادی وجود داره. کسی صحابه را تنقیص نمیکنه، کسی به صحابه عیب نمیترشه، کسی صحابه را بد نمیگه مگر کسی که از اسلام خارج باشه، کسی که باشه که سنت رسول صلی الله علیه وسلم رد بکنه، کسی باشه که به الله و رسولش کافر شده باشه. حدیث دیگه ای که امام حرب کرمانی رحمه الله تعالی آورده در بیان ایمان می باشه. باب گذاشته میگه حدیث ثانی عشر فی الایمان یزید و ینقص. حدیث 12 که امام آجری رحمه الله در 40 حدیث ذکر کرده در بیان از است که ایمان کم و زیاد میشه. و حدیث روایت میکنه عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الایمان قول باللسان و عمل بالارکان و یقین بالقلب. رسول صلی الله علیه وسلم میگن ایمان قول به زبان است، اقرار کردن به زبان می باشه، و عمل به ارکان است، به اعضای بدن عمل کردن است، و یقین بالقلب، و یقین داشتن بر قلب می باشه. در اینجا دو مسئله بیان شده که مسئله از اینکه ایمان کم و زیاد میشه، برخلاف مرجئه، برخلاف کسانی که میگن که ایمان کم و زیاد نمیشه. از جمله کسانی که میگن ایمان کم و زیاد نمیشه ابو حنیفه است. ابو حنیفه و پیروانش اینا مشهورن. ابو حنیفه در کتاب فقه اکبر خودم میگه که ایمان کم و زیاد نمیشه. این مخالف با آیات قرآن است، مخالف با احادیث رسول صلی الله علیه وسلم و اجماع سلف می باشه. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 173 میگه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. زمانی که کفار به مؤمنان گفتن که مشرکین با تمام لشکر خود آمدن میخوان بر شما هجوم بیارن، فخشوهم پس بترسین. مؤمنین الله تعالی یاد میکنه از مؤمنین که فزادهم ایمانا، ایمانهای مؤمنین زیاد شد. الله تعالی اینجا از زیادت ایمان صحبت کرده و زیاد شدن وقتی میشه که کم باشه، تا چیزی که کم نباشه زیاد نمیشه. و در آیات دیگری در سوره انفال الله تعالی بیان میکنه، در اونجا هم مسئله ازی بیان میشه که ایمان، عمل بدون ایمان درست نمیشه، و هم در اونجا ایمان کم و زیاد بدنش الله سبحانه و تعالی سخن میگه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. الله تعالی میگه مؤمنین کسانی هستن وقتی که نام الله تعالی گرفته میشه، وقتی که ذکر الله میشه قلبهایشان به ترس می آید. و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که آیات قرآن بر آنها تلاوت میشه ایمانشان زیاد میشه و بر ربشان توکل میکنن. این مؤمنین چی کسانی هستند؟ الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا کسانی هستند بعد از اینکه به الله ایمان آوردن نماز برپا میدارن و زکات پرداخت میکنن. الله تعالی اینجا شرط ایمان گذاشته، دو شرط واضح و آشکار برای ایمان گذاشته که این نماز میخوانند و اقامه میکنن و زکات مال خود پرداخت میکنن. الله تعالی میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنان حقیقی هستند.
که لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، که اینها در نزد الله درجات دارن و بخشش دارن از نزد الله سبحانه و تعالی و رزق داره که رزق مبارک و کریم می باشه. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه از مؤمنان یاد کرده و اذا ما انزلت سوره فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. الله تعالی در سوره توبه از مؤمنان یاد کرده که در اینجا وقتی که آیات قرآن نازل میشه، مؤمنان میگن که کدام یک از شما ایمانش زیاد شد به آیات قرآن؟ فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا، کسانی که ایمان آوردن ایمانشان زیاد میشه. مرجئه میگن که ایمان کم و زیاد نمیشه و مرجئه میگن که عمل جز ایمان نمی باشه. عمل جز ایمان نمی باشه. میگن کسی که گفت که من به الله ایمان آوردم، اقرار کرد، اگر به فرایض اقرار کرد، انکار نکرد، این انسان کافر نمیشه و این انسان فقط که لا اله الا الله بگه از دوزخ نجات پیدا میکنه. و همون حدیث مشهوری که از که رسول صلی الله علیه و سلم میگن من قال لا اله الا الله دخل الجنه، اما حدیث دلیل میگیرن و احادیث دیگر میگذارن، اما حدیث هم کس اگر حدیث هم صحیح و فهم سلف معنا بکنن مشکل حل میشه. مرجئه میگن کسی که لا اله الا الله گفت وارد بهش میشه، ولو که نماز نخوانه، ولو که روزه نگیره، ولو که زکات نده، ولو که هیچ عملی را انجام نده. و اینا مشهور هستن به مرجئه هستن. و از صفات دیگری که مرجئه دارن میگن کس ایمان کم و زیاد نمیشه. میگن ایمان کم و زیاد نمیشه. ما شما آیات قرآن خوانیم که ایمان کم و زیاد میشه. در کتاب سنه امام عبدالله فرزند امام احمد رحمه الله روایات را میاره، میگه از یحیی بن سلیم شنیدم که میگفت قال لی مالک بن انس. مالک بن انس امام مالک است، امام مالک که مشهور است، کتاب موطا از اوست. امام مالک رحمه الله میگه الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل است. وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول الا بعمل. محمد بن مسلم الطائفي از جمله تابعین است، از جمله سلف می باشه، می فرماید که ایمان لا يصلح قول الا بعمل، یعنی اقرار یا قول وقتی صحیح میشه که عمل باشه، تا وقتی که عمل نباشه قولم صحیح نمیشه. و قال لی فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض یکی از ائمه سلف رحمه الله میگه لا يصلح قول الا بعمل، قول بدون عمل صحیح نمیشه. وقال لي ابن جريج الإيمان قول وعمل. ابن جريج میگه ایمان قول و عمل است. وقال لي سفيان الثوري لا يصلح قول الا بعمل. امام سفيان الثوري رحمه الله میگه که سخن هیچ وقت صحیح نمیشه، قول صحیح نمیشه، لا اله الا الله هیچ وقت قبول نمیشه الا بعمل، مگر که انسان عمل انجام بده و عمل بکنن. و روایت دیگری که از عبدالکریم ابن مالک الجزری و خصیف ابن عبدالرحمن میارن، اینا میگفتن که الایمان یزید و ینقص، ایمان کس زیاد میشه و کم میشه. و امام حرب کرمانی رحمه الله در کتاب سنه خود روایت میکنه از امام احمد که میگه به امام احمد گفته شد المرجئه من هم، مرجئه چه کسانی هستند؟ میگه من زعم ان الایمان قول، میگه کسی که گمان بکنه زعم بکنه که ایمان قول است. و امام خلال در کتاب سنه از امام احمد میاره که الایمان لا یکون الا بعمل، ایمان درست نیست مگر به عمل، ایمان درست نیست مگر به عمل. تا زمانی که عمل صورت نگیره ایمان قبول نمیشه. امام حرب کرمانی رحمه الله در کتاب سنه خود از مرجئه یاد میکنه، میگه مرجئه کسانی هستن که یزعمون ان الایمان قول بلا عمل، کسانی هستن که میگن ایمان فقط سخن است بدون عمل، فقط امی است که اقرار بکنی بر لا اله الا الله، اقرار بکنی بر فرائض، امی که اقرار کردی و ولو که انجام ندی، ولو که عمل نکنی تو مؤمن هستی. و ان ایمانهم و ایمان الملائکه والانبیاء واحد، و میگن که ایمان ما و ایمان ملائکه و تمام انبیاء واحد است. و این قول ابو حنیفه می باشه. ابو حنیفه اینا میگفتن که ایمان ما و ایمان ملائکه اینا یکی است. و ان الایمان لا یزید ولا ینقص، و میگفتن که ایمان کم و زیاد نمیشه. و ان من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، و اگر کسی به زبان خود ایمان بیاره و عمل نکنه و مؤمن حقیقی است. و انهم مؤمنون عند الله، و میگفتن این مردم کس مؤمن هستند در نزد الله. امام حرب کرمانی میگه هذا كله قول المرجئه، میگه اینا قول مرجئه است. و هو اخبث الاقاویل، اینا خبیثترین سخن هاست، خبیثترین گفته هاست. اضله ابعده من الهدى، و این سخنهای گمراهی است و از راه هدایت دور می باشه. و امام عبدالله فرزند امام احمد رحمه الله نقل میکن از معمر و ابن جریج و امام سفیان الثوری و امام مالک و ابن عیینه، اینا میگفتن که الایمان قول و عمل، ایمان قول است و عمل است، یزید و ینقص، زیاد میشه و کم میشه.
وقال عبد الرزاق: وأنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، فإن خالفتهم فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. عبد الرزاق رحمه الله میگه ما همین سخن میگیم که ایمان قول است و عمل است و ایمان زیاد میشه و کم میشه. اگر من مخالفت با سلف بکردم، ما در حقیقت گمراه شدگی هستم و ما از جمله هدایت شده ها نمی باشم. و امام فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی میگه الایمان بانه قول و عمل، ایمان قول و عمل است. و این آیات میخونه: و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. و این آیات را میخونه که الله سبحانه و تعالی مؤمنین بیان میکنه. مؤمنین کسانی هستند که الله را خالص عبادت میکنن، خالص الله را عبادت میکنن، هیچ شرک به الله نمیارن و نماز برپا میدارن و زکات پرداخت میکنن. میگه فقط سمى الله عز وجل دینا قیمة بالقول والعمل. الله تعالی دین استوار، دین قیمه به قرار داده است به قول و عمل. فالقول الاقرار بالتوحید و شهادت للنبی صلی الله علیه و سلم بالبلاغ. قول امی است که اقرار کردن به توحید الله سبحانه و تعالی و گواهی دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشه. و العمل اداء الفرائض و اجتناب المحارم. و عملی است که ادا کردن فریضه ها و آنچه را که الله سبحانه و تعالی و رسولش حرام کردن می باشه. و امام فضیل ابن عیاض در ادامه میگه: و قال اصحاب الرأی یعنی ابو حنیفه و پیروانش. ابو حنیفه میگفت: لیس الصلاة ولا الزکاة ولا شیء من الفرائض من الایمان افتراء علی الله عز وجل و خلافا لکتابه و سنت نبیه صلی الله علیه و سلم. میگه ابو حنیفه و پیروانش میگفتن که نماز و زکات و چیزی از فرایض، یعنی از شرایط ایمان، از لوازم ایمان، از شرایط ایمان نمی باشه. میگه این سخنشان افترا بستن، دروغ بستن بر الله سبحانه و تعالی است و خلاف است با کتاب و سنت پیامبرش صلی الله علیه و سلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل ابو بکر رضی الله عنه اهل الرده. اگر این سخنشان درست می بود، ابو بکر صدیق رضی الله عنه با اهل الرده، با مرتدینی که مانعین زکات بودن، با آنها جنگ نمیکرد. چون مانعین زکات که از همه چیز اقرار داشتن، لیکن زکات مال خود پرداخت نمیکردن و از زکات منکرم نبودن. و قول دیگر از سعید بن جبیر رحمه الله است که تابعی می باشه. میگه: لا يقبل قول الا بعمل ولا يقبل عمل الا بقول ولا يقبل قول وعمل الا بنيه ولا يقبل قول وعمل ونيه الا بموافقه السنه. امام لالکایی رحمه الله از سعید بن جبیر روایت کرده که میفرماید قول درست نمیشه مگر به عمل و عمل درست نمیشه مگر به سخن اقرار کردن و قول و عمل درست نمیشه مگر به نیت کردن و قول و عمل و نیت درست نمیشه مگر اینکه موافقت با سنت رسول صلی الله علیه و سلم، با روش رسول صلی الله علیه و سلم باشه. ما گفتیم که مرجئه میگن که ایمان که است، میگن ایمان ما مثل ایمان جبریل است، ایمان ما مثل ایمان جبریل است میگن. و از جمله کسایی که سخن گفته ابو حنیفه است، از جمله کسانی که سخن گفته ابو حنیفه و پیروانش می باشه. امام مالک و لیث بن سعد رحمت الله علیهما گفته شد کسی میگه که ایمان ما مثل ایمان جبریل و میکائیل است. اونا گفتن اذا قال تلك المقاله فهو الى ایمان ابلیس اقرب منه الى ایمان جبریل و میکائیل. میگه اگر کسی سخن گفت، میگه ایمانش به ایمان ابلیس، به ایمان شیطان که بسیار نزدیکتر است از ایمان جبریل و میکائیل کرده. و در این آخر که از متأخرین کسایی پیدا شدن این مرجئه ها را که از این مرجئه هایی که در سلف ظهور کرده بودن، اینا را گفتن که اینها از جمله اهل سنت بودن، اینا پیشوایان اهل سنت بودن، اینها مرجئه الفقها بودن، در حالی که سلف ما که از هیچ زمان کلمه مرجئه الفقها را به کار نبرده بودن. ذهبی اینمی سخن گفته، ذهبی در کتابش گفته که اینها مرجئه الفقها بودن و اینها گفته از جمله اهل سنت شمرده، در حالی که گفتیم اهل سنت ائمه اهل سنت که از این طایفه را که از ابو حنیفه و پیروانش اینا را اهل رأی می‌دانستند و در کتاب‌هایشان ذکر کردند. و امام ابن بطه رحمه الله در ابانة الکبری می‌فرماید من زعم انه يقر بالفرائض ولا يؤديها ويعملها وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها وانه مع ذلك مؤمن فقد كذب بالكتاب وبما جاء به رسوله. میگه اگر کسی ایتو فکر بکنه، ایتو زعم بکنه که او اقرار کرده است به فرضها و فرضها را انجام نمیده و به اونها عمل نمیکنه و اقرار به این کرده که از منکرات و این فواحش اینا که از منکر است، حرام است، لیکن خود از او باز نمیداره و این بگه که انه مع ذلك مؤمن، اگر بگه که باز می مؤمن است، امام ابن بطه رحمه الله میگه فقط کذب بالکتاب، این کس به قرآن کس تکذیب کردگی است
و بما جاء به رسوله و با آنچه که رسولش از جانب الله سبحانه و تعالی آورده است. و مثله كمثل المنافقین الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. میگه مثال این طایفه مثال منافقینی است که با زبان گفتن که ایمان آوردیم لیکن با قلبشان ایمان نیاوردن. میگه فاکذبهم الله و رد علیهم قولهم و سماهم منافقین. الله تعالی اونها را تکذیب کرد. الله تعالی بیان کرد که اینا دروغ میگن و الله تعالی بر آنها رد زد و آنها را منافقین نام کرد. مأواهم الدرک الاسفل من النار. و جایگاهشان پایین ترین جای دوزخ می باشه. على ان المنافقین احسن حالا من المرجئه. سبحان الله. امام ابن بطال رحمه الله میگه که در حالی که منافقین حالشان بهتر از مرجئه بود. میگه به خاطری که منافقین جحد العمل و عملوه، عمل انکار کردن لیکن خودشان انجام دادن. عمل به زبان انکار کردن اما در بدن، در اعضای بدن خود انجام دادن. والمرجئه اقر بالعمل بقولهم و جحدوه بترک العمل. و مرجئه کس به زبان اقرار کردن و ترکش کس انکار کردن. کس گفتن کس ترک بکنه کافر نمیشه. میگه فمن جحد شیئا و اقر به بلسانه و عمل ببدنه احسن حالا ممن اقر بلسانه. میگه کسی را انکار بکنه مثل منافقین و به زبان خود، به قلب خود انکار بکنه و به زبان خود را اقرار بکنه و به بدن خود انجام بده. میگه این آدم بهتر است از کسی که به زبانش اقرار میکنه و عمل نمیکنه. فهم اسوأ حالا من المنافقین. میگه مرجئه کس حالشان بدتر از منافقین میباشه. مرجئه حالشان بدتر از منافقین میباشه. و به تکفیر مرجئه کس اجماع سلف است به تکفیر مرجئه. اول اگر آیات قرآن ببینیم، الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی، در ده ها آیات کس وقتی الله تعالی ایمان ذکر میکنه پشت سرش عمل هم ذکر میکنه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اگر قرآن باز بکنیم ده ها آیات است که الله تعالی عمل کس شرط برای ایمان قرار داده. از ائمه اهل سنت کسانی که اجماع را نقل کردن، امام آجری رحمه الله است. امام آجری رحمه الله میگه من قال الایمان قول دون العمل یقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. میگه به او آدم گفته میشه که قرآن و سنت رد کرده و چیزی که اجماع علما به دور رد کرده و از قول مسلمین، آنچه که مسلمانان با اعتقاد دارن از او خارج شدی و به الله بزرگ کافر شدی. و همچنین امام آجری رحمه الله میفرماید در کتاب الشریعه، امام آجری رحمه الله در کتاب الشریعه خود بعد از ذکر روایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم و جماعتی از صحابه و از تابعین میاره، میگه که ایمان تصدیق به قلب است و اقرار به زبان و عمل به جوارح است. و من لم یقل عندهم بهذا، اگر کسی ایره نگفت فقط کفر، میگه به تحقیق کافر شدگی است. و همچنین امام ابن بطال رحمه الله در ابانة الكبرى اجماع نقل میکنه فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدین. میگه دور باشین، یعنی احتیاط بکنین، الله با شما رحم بکنه از نشستن با قومی که از دین بیرون شدن. فانهم جحدوا التنزيل وخالف الرسول وخرجوا اجماع علماء المسلمین. میگه آنها که آنچه که الله تعالی نازل کرده به دور انکار کردن، جهد کردن، مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم کردن و از اجماع مسلمانان که از خارج شدن. هم قوم یقولون الایمان قول بلا عمل. اینها قومی هستند که میگن ایمان قول است بدون عمل. و یقولون ان الله عز وجل فرض على العباد الفرائض وليس بضائر لهم ان يتركوها وحرم عليهم المحارم فهم مؤمنون. میگن مردمی هستند که میگن الله تعالی فرض کرده، اگر ترک بکنن برشان ضرری نمیرسانه و الله تعالی برشان محرمات حرام کرده، اگر ایره و این ارتکبوها فهم مؤمنون. میگه اگر چه مرتکبم شوان، میگه در حالی که اینا مؤمنین هستند. و انما الايمان عندهم من يعترف بوجوب الفرائض. میگه ایمان در نزد اونها است که به وجوب فرایض که از اعتراف بکنی، اقرار بکنی. و یقولون ان المعرفه بالله ایمان یغنی عن الطاعه. میگن این معرفت به الله تعالی ایمان است که انسان از طاعت کس غنا میکنه. و ان من عرف الله تعالی بقلبه فهو مؤمن و ان المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن کامل الایمان. میگه اینا کسانی هستن که میگن کسی الله تعالی به قلبت شناخت و به زبان خود آورد، میگن این کسی است که مؤمن است، میگن کامل الایمان. و کل هذا کفر و ضلال. امام ابن بطال رحمه الله میگه این اقوال کس اقوال کفری است، اقوال است که اقوال گمراه کننده است و خارج باهله عن شریعت الاسلام، از شریعت اسلام بیرون می باشه. وقد اكفر الله القائل بهذه المقالات في كتابه والرسول في سنته وجماعة العلماء باتفاقهم. میگه الله سبحانه و تعالی قائل سخنها را
گوینده ایتو سخنها را الله تعالی در کتابش و رسول صلی الله علیه وسلم در سنتش و جماعتی از علمای را به اتفاق کافر گفتگی هستن، تکفیر کردگی هستن. و امام حمیدی رحمه الله نقل میکنه، میگه مردمی پیدا شدن که میگن کسی اقرار به نماز بکنه و زکات بکنه و روزه و حج به اینا کلش اقرار بکنه و چیزی از اینها را انجام نتوده، به همین حال بمیره، این انسان کس ایمان مؤمن است، این انسان مؤمن است. میگه فقلت هذا الكفر بالله الصراح، میگه این کفر صریح به الله سبحانه و تعالی است و خلاف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه مخالفت با کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و فعل مسلمان ها می باشه. سپس این مبارکه میخوانه که قال الله عز وجل حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. الله سبحانه و تعالی اینجا شرط ایمان عمل گذاشته، عمل شرط برای ایمان گذاشتگی است. عمل در اینجا چی است؟ نماز خواندن و زکات دادن است. این اجماع بود برای تکفیر کسانی که عمل از ایمان جدا میدانند. و امروز مرجئه هایی که امروز در عصر ما هستند، خیلی کم مرجئه پیدا میشن که این قول بگن که ایمان عمل جز ایمان نیست. ممکن کسانی جرأت بکنن و بگن مثل آلبانی کافر علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، او میگه که عمل شرط ایمان نمی باشه. و احناف هم به می اعتقاد هستند که عمل شرط ایمان نیست. اینها مرجئه ها هستند. و لیکن بعضی از مرجئه های سلفی هستند، کسانی که خود به سلفیت به منهج سلفیت نسبت میتن و مرجئه هستند، اینا میگن عمل شرط ایمان است. لیکن در مسئله تارک الصلات که کسی که نماز ترک بکنه یا در مسئله سایر کفریاتی که اونجا باز کاری را باز اخلاقی را از خود نشان میتن، اما فعلی را میکنن که فعلی که مرجئه میکردن. اینا باز مرجئه هستن که مرجئه های مدرن هستن، مرجئه های کلاسیک، مرجئه هایی که در قرن ما در تازه پیدا شدن. اینا کسانی هستن که در زبان میگن که عمل شرط ایمان است، لیکن وقتی در عمل که آمد او را اثبات نمیکنن، او را اقرار نمیکنن، او را تنزیل نمیکنن. وقتی ما کتاب سلف بخونیم، کتابای اهل سنت بخونیم، ائمه سلفی که بودن، امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام احمد و باقی سلفی که بودن، هر کدامشان وقتی که در مسئله ایمان که میایه و در کتابشان مسئله کفر تارک صلات ذکر میکنن، کفر کسی که نماز ترک بکنه و ایره از باب عمل به ایمان ایره ثابت میکنن، کسی که نماز ترک بکنه او کافر میشه، یعنی عمل شرط ایمان است. لیکن امروز کسان پیدا شدن میگن که در انسان به ترک نماز کافر نمیشه، خودشان اما به زبان اقرار میکنن، میگن عمل شرط ایمان است، اما وقتی در عمل کام دور انکار میکنن. مرجئه هایی هستن که مدرن هستن، مرجئه هایی که با چهره دیگر، با لباس دیگری که آمدن به این شکل معنا میکنن. و مرجئه که امروز هستن میگن که عذر به جهل در شرک اکبر عذر میدانن. میگن کسی اگر لا اله الا الله گفت، هر شرک و کفری کرد، تکفیر نمیشه، کافر نمیشه. میگن چرا؟ میگن خب میگن به دل خود کافر نیست، میگن به الله ایمان داره. امروز اگه کسی را بگه که تو کافر شدی اگر کفر انجام بده، میگه من خب به الله ایمان دارم. مثل همون قولی را که جهمیه میگفتن، مثل همون قولی را که مرجئه میگفتن. و امروز مرجئه عصر ما به همین شکل سخن میگن. اسال الله العفو والعافیه. الله سبحانه و تعالی ما را از این بدعت های هلاک کننده، از این بدعت هایی که انسان هلاک میکنه، انسان به جهنم سقوط میندازه، و الله تعالی از این بدعت ها ما را دور نگه داره. الله تعالی ما را به منهج سلف، منهج اهل سنت قرار بده و ما را از اهل سنت واقعی بگردانه ان شاء الله تعالی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.